نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها آقایان سلام. در خدمتتون هستم با یکی دیگه از قسمت‌های سریال برتری. همونطور که میدونید قراره در سریال برتری به موارد توسعه فردی بپردازیم. تو این قسمت میخوام در مورد کنترل خشم و خشم در ارتباطات باهاتون صحبت بکنم. اصلا چی میشه که ما خشمگین میشیم و چطور میتونیم به خشممون غلبه کنیم؟ انقدر این قضیه مهمه که تو برخی از کشورهای پیشرفته یه سری کلاس دارن برای خشم. مثلا اون افرادی که یه کاری کردن یا قبلا بر اثر خشم یک اتفاق ناگواری رو رقم زدن توی ارتباطاتشون، مثلا خدای نکرده به کسی آسیب رسوندن یا قتل انجام دادن، براشون کلاس خشم برگزار میکنن که امیدوارم این قضیه تو ایران هم اتفاق بیفته و ما رو با این مقوله بیشتر آشنا کنن و بتونیم به خشم خودمون غلبه بکنیم. از نظر من آدم‌ها دو دستن، یا آدم‌هایی که تو زندگیشون چالش دادن یا آدم‌های مرده. پس اگر شما زنده اید قطعاً توی زندگیتون هم چالش خواهید داشت. خیلی از ماها ممکنه که الان به شکل فیزیکی زندانی نباشیم، اما قطعاً توی مغزمون و توی ذهنمون زندانی هستیم. افلاطون سالها پیش این مورد رو خیلی خوب تفسیر کرده. میگه که شما فکر کنید آدم‌ها رو از بچگی ببرن توی غاری و اونجا محبوسشون کنن و جور اونها رو توی غار ببندن که فقط یک دیواری رو ببینن که روبروشون قرار داره. پشت این آدم یه آتیش روشن شده باشه و آدم‌هایی که دارن رد میشن فقط سایه برای اون فردی که محبوس شده مشخص باشه و صدا رو بشنوه. حالا به نظرتون به چه دردی میخوره؟ افلاطون خیلی خوب تفسیرش میکنه و میگه که اگه اون آدم‌ها رو بیاریم بیرون و تصویر واقعی دنیا و اون افرادی که تا به امروز سایه هاشون می‌دیده، اون آدمی که توی غار بوده حالا چیکار میکنه؟ درسته، سعی میکنه که دوباره برگرده توی غار خودش، توی غار تنهاییش، همون جایی که مبهوس بوده. حالا که من دارم اینو براتون تعریف میکنم میگید که این دیوونگیه که یه نفر بخواد دوباره برگرده توی همون غار، ولی واقعیت همه ما توی همین غار خودمون گیر کردیم و اونجا اصلا نمیخوایم بیایم بیرون از غار خودمون و در مورد مسائل چرایی نداریم نشون دهنده اینه که ما هم درون غار تنهایی خودمون گیر کردیم. همونقدر که به عقایدمون، به چارچوب هامون، به خط قرمز هامون متصل هستیم نشون میده که ما توی غار خودمونیم. همیشه فکر میکنیم که فلسفه های ما، حرف های ما درسته و وقتی که به قضایا اینجوری نگاه میکنیم نشون دهنده اینه که هنوزم توی اون غار به قل و زنجیر بسته شدیم. وقتی که به چیزهایی که میشناسیم وصل میمونیم و اسیر الگوهایی که تا به امروز پیرو اونها بودیم، همه ما به یه سری باورهامون، یک سری عقایدمون وابسته هستیم و خب اصلا فکر کنید که این عقاید منه، توی این ظرف تمام این محتویاتش عقاید منه. وقتی یکی میاد با من بحث بکنه و من عقایدمو برای خودم نگه داشتم و اون هم عقاید خودش رو داره، ما هیچ وقت نمیتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم و این ارتباط درست شکل بگیره. چون من میگم حرفم درسته، اینا اگر غیر از این محتویات دیگری داشته باشه درسته، اون میگه نه مال من درسته و این بحث به هیچ جا نمیره. هر کدوم از ما توی غار تنهایی خودمون گیر کردیم و استنباط خودمون از داشته های خودمون بهترین و درستترین موضوعه. حالا اگر من این رو بذارم کنار بگم اینا باشه عقاید من، بهش کاری هم نداریم، بیا ببینیم تو چی داری و عقاید و باورها و افکار اون آدم رو با همدیگه بشینیم بررسی کنیم و در موردش صحبت بکنیم. اینجوری دیگه به چالش نمیخوریم. موضوع اینه که هر کسی میگه مال من درسته، مال من بهترینه، من از همه بهترم، این چیزی که من فکر میکنم درسته و این منها همون زنجیرهایی هستن که به خودمون بستیم. اگه این زنجیرها رو باز کنیم و بیایم بیرون از غار، قطعاً میتونیم اتفاقای بهتری رو رقم بزنیم و زندگی شادتری داشته باشیم. پس بگید این داشته های منه، ولی آموزه های دیگر و افکار و اطلاعات دیگری رو هم میپذیرم. اینجوری احتمالاً میتونم بزرگتر فکر بکنم و نتیجه بهتری بگیرم، همونطور که گفتم زندگی شادتری داشته باشم. ما وقتی درگیر این عقاید خودمون هستیم دیگه به چیزی فکر نمی‌کنیم. اصلا این جمله رو شنیدید که میگن اگر ما چارچوب خودمون رو نداشته باشیم، افکار خودمون رو نداشته باشیم، چطوری میتونیم زندگی بکنیم و به زندگیمون معنا بدیم؟ اما مارک توین هم یه جمله خیلی قشنگ داره، میگه همیشه با توجیه 100% حرف بزن، اما آماده این هم باش
که ممکنه که تو 100% در اشتباه باشی و این متصل نبودن شما به افکارتون و اون باورهاتون میتونه یک زندگی دیگه برای شما بسازه. حالا توضیح میدم. بیایم ببینیم در روابط چه اثری میتونه داشته باشه. بکنید توی رابطه چه نبردها و چه درگیری‌هایی با طرف مقابلتون نداشته باشید یا نخواهید داشت که شما عقاید خودتون رو رها نکردید و اون هم عقاید خودش رو رها نکرده و هر بار چیزی مخالف این گفته و شما گفتید که نه، تو داری حرفهایی رو میزنی که با عقاید و افکار من مطابقت نداره. انگار که داره با هویت شما مخالفت میکنه، اما اینطور نیست. اون داره فقط با افکار شما مخالفت میکنه و شما باید پذیرای این باشید که بتونید حرف بزنید و حرف طرف مقابلتون گوش بکنید، نه اینکه فقط بگی من درست میگم. این افکار و عقایدتون رو بذارید کنار چند لحظه. ببینید همه ما یه دنیا فانتزی برای خودمون ساختیم که وقتی میایم بیرون همه با ما موافقن، همه حالشون خوبه، همه به ما سلام میکنن، پشت ترافیک کسی بوق نمیزنه، توی صف کسی جا نمیزنه. نه، اینطوری نیست. دنیای واقعی اینطوری نیست. ممکن شما از خونه بیاید بیرون و همسایه شما اصلا بی‌تفاوت باشه، سر چراغ قرمز کسی به شما راه نده، مردم برات بوق بزنن، قراره که جا بزنن. اینه دنیای واقعی. و بعدش چون من دنیای فانتزیمو با دنیای واقعی اومدم و مقایسه کردم، ممکنه که ناامید بشم و حالم بد باشه. چرا؟ چون من خودمو با دنیای فانتزی سنجیدم و وقتی میام در دنیای واقعی قرار میگیرم ممکنه که ناامید بشم و حالم بد بشه، بگم این چیزی نبود که من فکر میکردم. واقعیت فرق میکنه. شما نباید توی ذهنتون و توی غار خودتون زندگی بکنید. واقعیت کاملا و تماما با اون چیزی که آدم فکر میکنه و توی ذهنشه متفاوته. پس این جمله خیلی میتونه کمکتون بکنه که زندگیتون رو با دنیای واقعی تطبیق بدید. وقتی انتظاراتم با دنیای واقعی تطابق داشته باشه دیگه سرخورده نمیشم و این باعث میشه که کمتر ناامید بشم و حالم بد بشه. باید انتخاب بکنیم که در دنیای واقعی زندگی بکنیم. ما یه انتخاب بیشتر نداریم. اون چیزهایی رو انتخاب بکنیم که در دنیای واقعی داره اتفاق میفته. بلاغیر همه اتفاقا که دست ما نیست، اما میتونیم در روش و شیوه پاسخ به اتفاقاتی که میفته و واکنش نشون دادن انتخاب بکنیم که چطور واکنش نشون بدیم. یه نمونه خوب از این مثال میتونه ویکتور فرانکل باشه، کسی که توی اردوگاه نازی ها میتونست فرار کنه، میتونست خارج بشه. فکر میکنم یه کتابم داره که اگر بخونید بد نباشه، اما موند و به زندانی‌ها کمک کرد. بعد از اینکه جنگ تموم شد و از اردوگاه اومد بیرون، تبدیل به یک روانشناس شد. یه جمله خیلی معروف داره که میگه همه چیز رو میشه از مردم گرفت جز اینکه یه انتخاب داشته باشن. توی هر حالتی و هر جایی که هستیم ما یه انتخاب داریم. اون میگه من افرادی رو دیدم که از هم دزدی میکردن، کلاه سر هم میذاشتن، افرادی دیدم که آرامش داشتن و اما همواره توی هر موقعیتی یه انتخاب وجود داشته. کار راحتی نیست اما میشه بهش رسید. بذارید یه چیزی بهتون بگم. فکر کنید این عروسک، من امروز میام بهش میگم که چه لباس مسخره‌ای تنته، اصلا دوستش ندارم. عروسک ناراحت میشه، ناامید میشه از این لباسی که داره بعد از این هم مدتی که کار کرده و من دوباره برمیگردم میگم شوخی کردم، ناراحت نشو، لباست اتفاقا خیلی هم قشنگه. من هم میخوام یه لباس این شکلی بخرم یا یه لباس میریم با همدیگه میخریم که دوست داشته باشیم. حالا عروسک خوشحال شد. الان شما میگید که این یه مثال مسخره شاید به نظر بیاد و عروسک اصلا همچین فکری نمیکنه، اما میخوام اینو بهتون بگم که این مثال جواب میده و من این رو روی آدم‌های واقعی هم تست کردم و واقعیت اینه که هر بار اجازه میدیم، گوش کنید، واقعیت اینه که هر بار اجازه میدیم کسی احساسات ما رو کنترل بکنه، ما تبدیل شدیم براش به یک عروسک خیمه شب بازی. تصور کنید که من برای خودم این چارچوبی دارم که حتما باید به من احترام گذاشته بشه. حالا فکر کنید یه نفر به من در دنیای واقعی بی احترامی میکنه، چه اتفاقی میفته؟ من حالا تبدیل شدم به یک عروسک خیمه شب بازی اون آدم و ممکنه
در ازای بی احترامی که کرده هر واکنشی از من سر بزنه و توسط اون آدم کنترل بشم و آدما راحت میتونن منو کنترل کنن و عصبانی کنن. ما همیشه این عصبانیت رو داریم به خاطر اینکه چی؟ به ما احترام نذاشتن. طرز فکر ما اینه که باید به ما احترام گذاشته بشه وگرنه من از کوره در میرم، وگرنه اینو تحمل نمیکنم. نمیگم که بی احترامی خوبه، میگم در دنیای واقعی جور دیگری داریم زندگی میکنیم و از دنیای فانتزیتون فاصله بگیرید. یه راهی که ما اجازه میدیم به بقیه همیشه عروسک باشیم اینه که قدرتمون رو میدیم به اونها و قدرت کنترلمون رو میدیم دست اونها. حالا فرض کنید که یه ابرقهرمان هستید و درون شما یه قدرتی وجود داره که تمام انرژی شما داره از اون تامین میشه. و حالا فکر کنید یه نفر میاد و به شما بی احترامی میکنه. آیا این منبع قدرت و منبع کنترل خودتون رو میدید دست اون؟ اصلا منطقی نیستش که همچین کاری بکنیم که ما قدرت کنترل خودمون، قدرتی که داریم رو از خودمون بگیریم و بدیم به سمت طرف مقابل. ولی در طی روز ما بارها و بارها داریم این کار رو تکرار میکنیم و این منبع قدرتمون رو میدیم به افراد دیگه که بتونن ما رو کنترل بکنن. چرا؟ اگر این منبع قدرت یک وسیله فیزیکی بود که میشد لمسش کرد، عمرن شما اونو به کسی میدارید دو دستی و توی گاف صندوق، توی ظرفی، توی جای خیلی محکم نگرش می‌داشتید. اما به راحتی و بدون هیچ فشاری دارید روزانه چندین و چند بار این منبع قدرت رو به این اون میدید و اگر اینجوری به قضیه نگاه بکنید واقعا میتونید قوی بشید. مثلا یکی شما رو اذیت کرده، یه حرفی زده، یه بی احترامی کرده، یه فحشی داده، مثلا بوق زده توی ترافیک. شما میتونید از ماشین پیاده شید یا مثلا با یه وسیله برید اون آدمو بکشید. چه اتفاقی افتاده؟ اون آدم تونسته منبع قدرت شما رو بگیره و شما رو کنترل بکنه، شما رو عصبانی بکنه و شما یه کاری بکنید که نیاز باشه مثلا برید دادگاه، پاسگاه، زندان و اینجور مسائل. اما اگر اون قدرت، منبع قدرتتون رو بهش ندید و اونجا بگذارید و برید، چه اتفاقی میفته؟ هیچ کدوم از اون عواقب در انتظار شما نخواهند. هیچ کدوم از اون عواقب در انتظار شما نخواهند بود. و این بهترین تصمیمیه که میتونید بگیرید و تحت کنترل بقیه آدم‌ها نباشید. ببینید هر زمانی ما دچار استرس میشیم، ذهن ما سعی میکنه که مسئله رو بزرگتر بکنه. اگر مسئله وجود داشته باشه، اگر مسئله وجود نداشته باشه، میگرده و از مسائل قبلی پیدا میکنه. مثلا فلان روز چرا فلان حرفو زدی؟ تو دعوا دیدید مثلا میگه تو اون روز این کارو کردی، تو اون دفعه اون نگاهو کردی، تو اون دفعه اونجوری کردی. یه مسئله رو پیدا میکنه و اون رو بزرگش میکنه. اینجاست که بدن ما داره ذهن ما رو کنترل میکنه، اما باید اجازه بدیم که ذهن ما بدن ما رو کنترل بکنه. مثلا وقتی دعوا میکنیم دیدین میگه قرمز شده بود، داد میزد، رگاش زده بود بیرون، نمیدونم مش کرده بود، دستاشو عرق کرده بود. بعد از شما میپرسن که خب تو چی کار میکردی؟ ما هیچ، یه ذره صدام آورده بودم بالا، کاری نکردم، نمیدونم از ماشین فقط پیاده شدم، بهش گفتم داری چی کار میکنی. اینجوری به قضیه نگاه میکنیم که نشون بدیم اون داره اشتباه میکنه. دوز یا مقدار کاری که خودمون کردیم رو کوچیک میکنیم و مقدار کاری که اون کرده رو بزرگتر جلوه میدیم. همیشه کاری که خودمون کردیم رو نرمتر نشون میدیم. معمولا پیش نمیاد که بگیم آره کاری که من کردم اشتباه بود، کاش اون کارو نمیکردم که در جواب اون رو بگیرم. نمیگم که اصلا تقصیر طرف مقابل بوده یا شما، میخوام بگم که جور دیگه‌ای به این قضیه نگاه بکنید، نه که گردن اون بندازید یا گردن خودتون، که بتونید زندگیتون رو عوض بکنید، جور دیگری بتونید ارتباط و تعامل با بقیه برقرار بکنید. توی کتاب خشم نوشته بود که ما وقتی که عصبانی میشیم خشمی به اسم خشم بقا رو کنترل میکنیم، خشمی به اسم خشم بقا رو تجربه میکنیم که در یک لحظه ما رو از 0 به 100 میرسونه. حالا اگه بیایم بفهمیم که چه اتفاقی توی بدنمون میفته، ممکنه که بتونیم کنترلش هم در دستمون داشته باشیم. وقتی که من احساس تنش میکنم، بخش آمیگدال مغز دستور میده که آدرنالین ترشح بشه. وقتی که آدرنالین و کورتیزول ترشح میشه، بدن آماده است برای جنگیدن یا فرار کردن. حالا فکر کن یه خرس داره نزدیک میشه، این اتفاق افتاده. بعد یه دفعه نزدیک که میشه شما میبینید که نه، این خرس نیست، یه آدمی که لباس خرس پوشیده. حالا چه اتفاقی میفته؟ بخش هیپوکامپ مغز دستور میده که
نه این چیز بدی نیست. هیپوکامپ مسئول خاطراته، این آدمه و آدرنالین رو سرکوب میکنه و آدم میگه نه دیگه این چیز خاصی نیست، لازم نیست من باش بجنگم. بعد میری نهایت خنده شوخی هم میکنی. این برای مغز نرماله، مغز سالم. حالا فکر کنید ما یه سری تجربیاتی داشتیم و این دوتا هماهنگ نیستن. یعنی آدرنالین توی بدن ترشح شده و هیپوکامپ یه ذره تعلل میکنه، این کل بدن رو گرفته. حالا هیپوکامپ میاد میگه نه این خاطره نیست. این تعلله و این عقب موندنه باعث میشه که بدن بر خودش داستان درست بکنه بر اساس تجربیاتی که داشته و اون مواردی که تا حالا باشون دست و پنجه نرم کرده. یه مسئله رو خیلی بزرگش میکنه، پیچیده‌اش میکنه، مسئله ساده رو تبدیل میکنه به قضیه بغرنج. و حالا چه اتفاقی میفته؟ ممکنه که پیامدهایی داشته باشه که جبران ناپذیر باشه. حالا باید چیکار بکنیم؟ بیایم از تلقین و خودگویی استفاده کنیم. نه الان همه چی تحت کنترله، من حالم خوبه، اونم چیزی نیست. برای اینکه این تعلل رو جبران بکنیم میتونیم از تلقین استفاده بکنیم که خیلی خیلی میتونه سطح آدرنالین بدن رو کاهش بده و از عواقبش جلوگیری بکنه. بعضی موقع هم از اینکه میترسیم در رابطه هامون تنها بمونیم آدم‌ها رو از خودمون دور میکنیم. ما نمیخوایم اونا رو از خودمون دور بکنیم، ولی اینقدر از تنها بودنمون میترسیم که قُر میزنیم، بهونه میگیریم، گیر میدیم که ناخودآگاه اونها از ما فاصله میگیرن. آدما رو نگاه کنید وقتی که با هم تعامل دارن، ارتباط دارن، همدیگر رو دوست دارن، اول از همه با هم علاقه‌مند میشن. بعضی موقع ترس از رها شدگی باعث میشه ما کارهایی بکنیم که جذاب به نظر نیاییم و ترک بشیم. اصلا ممکنه نتونید الان رابطتون و تعاملتون رو با این فرد در لحظه انجام بدید، اما افراد دیگری هستن که میتونید ادامه بدید. چرا باید این کار رو انجام بدی که جذاب به نظر نیای یا فردی باشه که نتونن باهات ارتباط بگیرن؟ یه زمانایی هم هست که ما توانایی حل مسئله رو نداریم و عصبانی میشیم. یه وقتایی هست ما فکر میکنیم که هیچ کنترلی روی اوضاع نداریم، بابت همین خشم زیادی ما رو در بر میگیره. چون من در دنیای فانتزی خودم همه چیز برام رو به راهه، ولی در دنیای واقعی اونجوری نیست که فکر میکنم، بابت همین از کوره در میرم. با تغییر صحبت درونیتون میتونید این قضیه رو کنترلش بکنید و پادزهرش هم اینه که چیزی رو که نمیتونید درست بکنید رها بکنید. بعضی آدما اینجوری ان که فکر میکنن آدمای اعصاب خورد کنی ان، نمیتونن ارتباط بگیرن و لقبای بد به خودشون میدن و این یه سوژه میشه که عصبانی بشن. میگن که در هر صورت ما که به درد نمیخوریم، بذار به بقیه هم آسیب بزنیم، بقیه رو هم خدشه دار بکنیم، یه چنگی هم به اونها بزنیم. این زمانیه که شما خیلی احساس شرمندگی و شرم دارید و باعث میشه که عصبانی بشید و آسیب بزنید به بقیه. و این چرخه‌ای که میگه من به درد نمیخورم و باید آسیب بزنم تکرار میشه دوباره و دوباره و دوباره. همینطور این آدم خشمگین تر میشه و توی جامعه قطعا باشون برخورد کردیم. پادزهرش هم اینه که آقا قبول کنیم من یه بار رفتم توی جمع صحبت بکنم نشد، دیگه چرا باید خودم بخورم بگردم دنبال اون؟ من یه بار رفتم توی جلسه‌ای که بفروشم نتونستم بفروشم، من رفتم توی رابطه‌ای که ارتباط برقرار کنم نتونستم ارتباط برقرار کنم. پادزهرش اینه که بگید من آموزش میبینم، رشد میکنم و بهتر و بهتر میشم. غیر از این راهی نیست، با خودخواری به جایی نمیرسید. فکر کنید با یه نفری الان دارید صحبت میکنید یا عصبانیتون کرده به هر دلیلی و در طی روز این عصبانیت بارها تکرار شده. حالا ببینید ذهنتون شما رو چقدر بازی میده. شب که میرسید خونه فقط دارید مرور میکنید این عصبانیت رو، مثل گلوله برفیه که داره همینطور از کوه میاد پایین، بزرگ و بزرگتر میشه و شما رو عصبانی و عصبانی تر میکنه و فردا شما منتظر جرقه اید که توی اجتماع بترکید. چرا؟ چون شما از دنیای فانتزیتون فاصله گرفتید. چون شما در دنیای فانتزیتون زندگی میکردید و دنیای واقعی اون چیزی نیست که فکر میکردید. باید یاد بگیرید که افکارتون رو کنترل بکنید و اگر این اتفاق بیفته شما تغییرات بزرگی رو در زندگیتون تجربه خواهید کرد و این میتونه روی آدمای اطرافتون هم تاثیر بذاره.
اول اصلا باید بگردیم دنبال یک انگیزه که انگیزه شما برای تغییر چیه. آیا خسته شدید؟ آدم‌های اطرافتون رو خیلی دوست دارید؟ هر چیزی میتونه انگیزه شما باشه. انگیزه رو پیدا کنید، برای اون سعی کنید که تغییر کنید. اینو در نظر داشته باشید که خیلی از ماها یه تغییر کوچکی در زندگیمون ایجاد می‌کنیم و صبر می‌کنیم. می‌بینیم بقیه کاری نکردن. حالا که تو کاری نکردی من دوباره برمیگردم، عصبانی‌تر برمیگردم. نه، قرار نیست. شما خودت کارتو انجام بده. قطعاً در دراز مدت تأثیر روی آدم‌های اطرافت هم خواهی گذاشت، اما عجله نکنید. نگو دیگه به من ربطی نداره، من تلاش کردم تو تلاش نکردی. از این حرفا نزنید لطفاً. قطعاً بدونید که به زمان و انرژی زیادی نیاز داره تا شما به اون تغییر دست پیدا کنید. لطفاً تعهد خودتون یادتون نره و بهش پایبند باشید. یکی دیگه از چیزایی که باعث میشه ما خشمگین‌تر و عصبانی‌تر بشیم نفرته. مثلا توی یک مسئله کاری میریم و اون آدم میگه من از شما نمیخرم، یا توی ارتباطی هستیم اون آدم میگه که من دوست ندارم با تو توی ارتباط باشم، یا میریم و یه جایی صحبت میکنیم، سخنرانی میکنیم، اون افراد میگن که نه این به درد نمیخورد، متنفر میشیم و این دروازه بسیار بسیار بزرگی برای عصبانی شدن ما و لطمه زدن به دیگران و خودمون. قدرت رها کردن رو دست کم نگیرید. یاد بگیرید که ببخشید. خاطرات و نقدهایی که بهتون میشه رو بشنوید، اما نذارید روتون تاثیر بذاره. یه مثالی داریم، یه ضرب المثل میگه یه گوشه در باشه، یه گوشه دروازه. اگه قرار باشه حرفایی که در مورد ما زده میشه تبدیل به نفرت و تنفر بشه، بدونید که زندگی کردن برای ما خیلی سخت میشه. اکثر مواقع نه ما خودمون رو میبخشیم نه دیگران. باید بپذیریم که ما آدمیم دیگه، اشتباه میکنیم، اشتباه کردم، من خودم رو میبخشم و تلاش میکنم که بهتر بشم. دیگه این نفرت و این خشم رو با خودم هم نمیکنم و از قارم میام بیرون. ما هر چقدر به افکار خودمون، به نفرت‌های خودمون، به باورهای خودمون، به عقاید خودمون پایبند بمونیم، مطمئن باشید که این نفرت‌ها ما رو میکشن پایین و پایین‌تر، زنجیره سنگین و سنگین‌تر میشه و توی اون غار تنهاییمون میپوسیم. اگر به دنبال پیدا کردن آرامش و ارتباطات درست و سالم هستیم، باید بخشیدن رو یاد بگیریم. بخشیدن رو یاد بگیرید، رها بکنید، مطمئن باشید که اتفاقات خوبی در زندگیتون میفته. ارادت.